هر ساله با فرارسیدن فصل خرداد صدای پای جشن شیردوشان با به صدا درآمدن صدای زنگوله دامها در مراتع اشکبرات شهرستان رامسر شنیده می شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همه ساله در این فصل جهت بردن گوسفندا برای مراتع از طریق محلی ها یه برنامه میذارن به عنوان شیردوشان که میزان شیر رو مشخص کنن برای سرگارش و سرگارش هم گیرنن و این گوسفندا رو رساندن برای مراتع. زمانی که گوسفند خانه برای سرا اون روز 2 بار گوسفندان دادوش کنن گونن به نام دادوش که گونن رسم شیردوشان. صدها سال هنوز همه برنامه شیردوشان همین شکل بمانسه. بار شیر مرس داریم، بعد کلیز رسومات محل روبه اینا شیر کل گونیم اون سرگالش که مال خیلی طبیله رو تبیلیم. جشنواره شیردوشان یا به عبارتی به معنای واقعی آن همون دودوش معروفه که به هر حال عزیزان به همت منابع طبیعی و دامداران خوب دهستان اشکبر معمولا این رسم رو برای اینجا میذارن که حالا یک فرصت خوبی هست ما بین 3 خرداد تا 15 خرداد. شیردوشان که نوعی آیین شکرگزاری و خوشحالی از نعمت‌های خداوند است با برگزاری مسابقات مختلف در میان روستاییان نیز همراه است. برگزاری هر ساله آیین پربرکت شیردوشان در منطقه اشکبرات نشان می‌دهد مردم این منطقه در احیای آیین سنتی خود موفق بودند. محمد رضا بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما، رامسر.